امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. امروز داخل این ویدیو قراره که با هم ببینیم چطوری کارت های پوت که حالا تلفظشو نمیدونم، همون کارت های پلیر آف دی رو که یه باکس ازش رو الان داخل تصویر میبینید به سطح حد اکثر برسونید. قبل از شروع آموزش من 2 شانس رایگان از باکس نشنال استار دارم که میخوام داخل این ویدیو بزنم ببینم آیا بازیکنی از این باکس به هم میده یا نه. باکس نشنال استار امروز بعد از آپدیت به بازی اضافه شد که داخلش 200 تا بازیکن داره که 7 تاش بازیکن شو تایم هستن. از هر کشوری یه بازیکن که داخل جام جهانی خوب بازی کرده رو به بازی در قالب کارت شو تایم آوردن که فکر کنم 25 الی 30 تا شانس رایگان بهمون میده تا داخل این باکس استفاده کنیم. حالا من یکی از شانس ها رو میزنم ببینم آیا بهم بازیکنی میده که متاسفانه نداد. شانس دومم رو هم استفاده میکنم به امید اینکه یکی از این 7 تا رو بگیرم و بازم هیچ بازیکنی بهم نداد. خب حالا بریم سراغ ادامه آموزش و موضوع اصلی ویدیومون. من از قبل یه ترکیب پست آماده کردم که داخلش بهتون راحت تر توضیح بدم که چطوری بازیکن‌ها رو به سطح حد اکثر خودشون برسونیم. مثلا وقتی ما روی وینیسیوس کلیک کنیم داخل اطلاعات بازیکن بیان قسمت 4 بوسترها میبینیم که یه بوستر زده که زده مکسش 3 تاست ولی ما هنوز یه دونش رو داریم استفاده میکنیم، یعنی حد اکثری که به بازیکنمون اضافه میکنه 3 تا افکته. حالا این پایینم نوشته زده حد اکثر 3 تا به بال کنترل، مالکیت توپ و فیزیک و دوام بازیکنمون اضافه میکنه. این پایینم زده که برای اینکه این بوستر کار کنه ما باید داخل ترکیبمون حد اکثر 11 بازیکن داشته باشیم، یعنی ما باید بین 1 تا 11 تا بازیکن داشته باشیم. اگه بین 1 تا 7 تا بازیکن داشته باشیم یه افکت اضافه میکنه، اگه بین 8 تا 10 تا باشه 2 تا، اگه بین 11 تا 23 تا باشه 3 تا. بعد الان مثلا داخل این ترکیب ما بخوایم این یامال رو به اوورال 103 برسونیم باید داخل ترکیب 11 تا بازیکن اسپانیایی داشته باشیم. حالا من این اضافه کنم یه بازیکن اسپانیایی دارم داخل قسمت بازیکنایی که بیرونه توی ریجن اروپا میام پایین اسپانیا رو پیدا کنم، به اسپانیا میزنم بازیکنی که اسپانیا دارم و میارم. حالا من 11 تا بازیکن رو داخل ترکیب میذارم ببینیم آیا برای یامال فرقی میکنه یا نه. اگه بتونیم 11 تا بازیکن رو داخل ترکیب بیارم، رودری هم میارم بله. الان که داخل ترکیب 11 تا بازیکن از اسپانیا دارم میبینید که اوورال یامال به 103 تغییر پیدا کرد، از 102 به 103. حالا مثلا اگه بیام من یه بازیکن اسپانیایی رو از ترکیب خارج کنم، الان به اوورال یامال دقت کنید میشه 102. شما اگه که مثلا از یک کشور بازیکنای سطح بالایی داشته باشید مثل فرانسه بیاید یه ترکیب از فرانسه درست کنید میتونید امباپه رو از 102 به 103 برسونید یا مثلا این کارت بارکولا رو از 101 به 102 برسونید. این بود آموزش افزایش قدرت بازیکنای پوت و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای کاربردی بعدیمون نمونید.